بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اینک در این شب مبارک پرفیض پربرکات که امروز انشاءالله اینم باشد اولی یکم روز انشاءالله ماه رجب است. الله سبحانه و تعالی الحمدلله با این ماه و شما را رسون. الحمدلله بیعدد شکر عزیزان من. البته ماه ها این سال ها تکرار شونده است، تکرار شدن میگیرد. افسوس که عمر آدمی تکرار نمی شود، تا بالا می رود کم می شود. برای که ماه مبارکی پیش از ماه رمضان ماه رجب است. الله به ما شما این ماه رسون بسیار شکرگزار باشید و بسیار انشاءالله به خداوند شکری به عدد کنیم که این ماه ماهی پرفیض ماهی پربرکات است. در این ماه رجب فضیلتی بسیار دارد عزیزان من. امام غزالی رحمت الله علیه در کتاب خودش آوردند که رجب از 3 حرف عبارت است عزیزان من. حرفی ری رحمت خداست انشاءالله، کسی که این ماه حرمت میکند، در این ماه گناه نمیکند، به خاطر الله سبحانه و تعالی انشاءالله الله بر رحمتش سزاوارش میکند انشاءالله. جیش یعنی جنایت، جرم یعنی گناه ها است. الله سبحانه و تعالی یعنی گناه های ما و شما را به سبب خدا خود حرمت کردنی این ماه انشاءالله الله سبحانه و تعالی مغفرت میکند. یعنی بیش انشاءالله خدا خود یعنی بر الله خدا سبحانه و تعالی از ما و شما انشاءالله شاد می شود، خرسند می شود. چون که این 12 ماه طبق خدا خود قرآنی سوره خداوند در سوره توبه آیت 36 برای ما شما بیان میکنند. استعیذ بالله، شماره ماه ها نزد الله از روزی که آسمان و زمین را آفرید در کتاب الله 12 ماه است. و از این انشاءالله یعنی 12 ماه 4 ماهش ماهی حرام است که در این حتی جنگ کردن حرام است. این دینی راست است میگه الله سبحانه و تعالی. راست گفت انشاءالله خدای بزرگ. بینید که در این 12 ماه الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان خدا خود بیان کرد برای ما شما. این تاش 4 تاش حرام باشد، جنگ کردن و جدال. یکیش انشاءالله خدا خود ماه رجب است و انشاءالله 3 دیگرش پی در پی می آید، یعنی ذوالقعده، ذوالحجه، ماه محرم، ماه حرام است. تا که پیش از اسلام حرمت انشاءالله خدا خواهد این ماه جنگ و جدال نمی کردن. البته این ماه حرمت کنیم. در این ماه خدا خواهد که این عداوت نسبت یکدیگر، نسبت خویش و تبارا انشاءالله خدا یکدیگر را بخشیم. الله هم انشاءالله خرسند می شود. بعضی سوال داریم که در این ماه روزه گرفته نشود نمیشود. روزه گرفتن در این ماه سنت نیست عزیزان، فقط مستحب است. مذهب امام اعظم رحمت الله علیه همین ماه روزش مستحب دانسته انشاءالله. البته این ماه قدر امکان این روزه نفلی است، لیکن قدر امکان بلکه ما شما قدر امکان خدا خواهد چی از سرش چی از مابینش چی از آخرش روزه ها را داشته انشاءالله خدا خواهد تیاری خدا خواهد به ماه رمضان شیم انشاءالله. چون بدنی ما شما باید که انشاءالله آماده انشاءالله خدا خواهد یعنی تیار باشه، تیاری بینیم انشاءالله خدا خواهد. البته از دریاچه که خدا خواهد پیامبر اسلام شب معراج برمدن چی در جنت سلسبیل است، کوثر است عزیزان من، زنجبیل است و دیگر دریاهای عسل است، دریای شیر است و هاکذا مثل این قطارها. حتی که در به نام رجب یک دریاچه الحمدلله وجود داشته عزیزان من. خواهیم که خدا خواهد از این سایه استعمال که از این سو استفاده بریم، از این چیزا باید که این ماه خدا خواهد انشاءالله ما و شما خدا خواهد چیکار کنیم، حرمت کنیم. تا سال دیگر الله میداند هستیم نیستیم. شاعری گفته است که هر شب گویم که فردا ترک این سودا کنم، باز چون فردا شود این روز را فردا کنم. عزیزان من ما شما پگاه میکنیم پگاه عبادت میکنیم عمرمون گذرونده سادیم به طاعت عبادتی با که فرداشم میگیم فردا توبه میکنیم، فردا نماز میخونیم. نه عزیزان من، ایدم غنیمت، این ساعت ها غنیمت دونسته. این ماه حرمت کرده، طاعت عبادت کرده خدا
خواهد انشاءالله تیاری بینیم. از ما و شما راضی می شود که وقتی که ما و شما الله راضی شد انشاءالله سعادت دو دنیا دا ما و شما انشاءالله خدا خواهد سزاوار میشیم. اما این خلافت ماه محرم یک روایتی خلافت خواندم دورای حضرت عیسی علیه السلام. در این روایت یک بچه و دختر میگه در یک جای خلوت جمع میشوند، لباسا برهنه میکنن، میخواهند که زنا کنن. یک بار میشنوند که ماه رجب است. ببینید حالا این جواب میگن از پیش دختر میخیزد. دختر میگه چیکار کردی و برای چی کار نمیکنی؟ گفت حرمت این ماه من از الله میترسم. خیز میگن از بین پیش دختر میگه رحم. حضرت عیسی علیه السلام به خدا وحی کرده است که عیسی برو همون جوان چیکار کن خبر گیر، چون که وی ماهی هر من حرمت کرد من در این دنیا در آخرت هم حرمت میکنم. وقتی که حضرت عیسی علیه السلام این خبر میرسونه جوان میگه در سجده میموند، رو به سوی خدا میآرد، یکی از جوانان صالح نشد. خدا کرد عزیزان ببینید این ماه چنان حرمت دارد. عزیزان من این ماه حرمت خدا کرد، الله حرمت میکنه چون که شهر الله ماه خدا. ببینید این ماه حتی که کافرها حرمت میکردن، ما مسلمان چی بود در این ماه ما چیکارا داریم، چیکارا با وجود میاریم. عزیزان من از الله سبحانه و تعالی همون بترسیم. این ماه خدا فرد انشاءالله چقدر بتونی روزه بگیر انشاءالله خدا فرد روزه چقدر انشاءالله خدا فرد میتونه روزه خدا فرد گفتن ثواب است انشاءالله. مستحب هم امر شرعی است، یاد نبرید مستحب بوده که چیز این ماه نداره و یک فضیلتش شب 27 پیغمبر بزرگوار محمد علیه السلام کجا آمد؟ معراج بود. میشه 27 ماه رجب شد. پیغمبر نازنین محمد علیه السلام الله نزد خودش چیکار کرد؟ مهمانش کرد، نوازش کرد. الحمدلله دو روزی میشود در این باره قصه باشدم با شما عزیزان. شب معراج اخبارات میتیم انشاءالله، هر سال ما میتیم باز میتیم خلافت انشاءالله، چون که خاطر محمد علیه السلام پیغمبر نازنین خلافت انشاءالله چیکار کردن؟ این شب در خلافت مهمانی ارائه شدن. مؤخرا این خاطرات البته این ماه حرمت کنیم، این ماه طاعت عبادت خلافت نیکی ها ثواب خیر احسان ها را خوب کنیم، بسیار کنیم خلافت خیر احسان ها در راه الله خلافت. حتی بعضی کتابان مطالعه کردن بعضی آدم ها همین ماهی خلاف بودن زکات شد در همین ماه میکنن، خیر احسان شد در همین ماه میکنن، یا تویاشون حتی پیغمبر اسلام پدر و مادرشون در همین ماه چیش داده از عقد نکاح شدن. ببینید چنین فضیلت ها دارد خلافت. در همین همه ما و شما چیکار کنیم این ماه خلافت عید است.